والا وقتی ما بچه بودیم بزرگترها عروسی میکردن، الان بزرگ شدیم بچه ها عروسی میکنن. خدایا اگر ما را برای دیدن آفریده ای بگو فقط نگاه کنیم، انقدر نگاه میکنیم که خودت بگی بس دیگه ببرو. یادتونه قدیما فیلم بردارا میرفتن سر میز شام، طرف قاشق تو دهنش هم تو نگه میداشت، مثلا زشت میدونست که دارن فیلم میگیرن این میخوره. کاهو مثلا نصفش اینجا آویزون، نصفش رو میز. خیلی از این کثیفکاری‌ها زیاد بود تو عروسی‌های قدیم، چون هنوز اون موقع فرهنگسازی نشده بود تو عروسی‌ها که اگر کسی نمیخواد برقصه آقا چی کارش داریم؟ عین این گوسفندای قربونی 4 دست و پاشو میگرفتن میکشیدن این زمین، لنگ و لگد میزد، میوردنش وسط، بعد یهو ولش میکردن. آقا این شاید الان معذبه، شاید نفخه، اگه یه قری بده کل عروسی به هم میریزه. چرا شما درک نداری روی این قصه؟ خدا رو شکر قدیم بود، تموم شد. یهو ولش میکردن وسط محفل، این یه نگاه میکرد، همه نگاه میکنن، توقع دارن. بلند میشد انقدر میرقصید میزدنش تا بشینه، دیگه نمیشست. رفیق من بچهش میبرد مدرسه غیر انتفاعی، 20 میلیون تومن در 1 سال براش هزینه میکنه، 5 میلیون هم ثواب فقط واسه سرویس. بره بیاد این سرویس میکنه. چه خبره؟ اون وقت ما بچه بودیم، یک بار ناظم مدرسه گفت از فردا همتون نفری 100 تا تک تومنی بیارید. اومدم به بابام گفتم زارتی خوابون تو گوشم. مادرم اومد، مادرم هم زد، خواهرم هم زد، اصلا حکومت نظامی اعلام کرد، گفت 1 هفته حق نداره هیچ که از خونه بره بیرون. بابا من چجوری بگم که این بچه ها متوجه بشن؟ سیسمونی برای بچهش میگیره 30 میلیون تومن. چه خبره؟ اون وقت من تا 18 سالگی تو بیمارستان گرو بودم، نمیدادن پول ما رو که بیان بیرون، از همونجا رفتیم سربازی. یه بار برای ما تولد گرفتن، بابام گفت تولد همتونه بیاید فوت کنید و تمام شد. هممون قبول کردیم چون دوران پدرسالاری بود و احتراما اینجوری بود. به این مرحله از باور رسیده بودیم که هر چی بزرگتر میگه اون درسته. الان بعضی وقتا پدر مادرها در سال 2-3 بار تولد واسه بچه‌شون میگیرن. مگه میشه بچه 2-3 بار دنیا آمده باشه در سال؟ ما به کجا داریم میریم؟ چه کار داریم میکنیم با خودمون؟ جشن‌های عجیب غریب برای بچه‌ها میگیرن با چه هزینه‌های گزاف. جشن خداحافظی با شیر مادر، همه فامیلم میان، همه 100 میلیون هزینه میکنه یه شب که این دیگه از امشب شیر مادر گفته نمیخورم. باش کار کردیم، باش حرف زدیم، گفته من دیگه جیجی نمیخوام دیگه. جشنای عجیب غریب، از این بدترش هم جان. اول تو خارج مد بود، حالا اینجا مد شده که چیزای بدتر از این مد نشه، خدا نکنه. جشن اولین پیپی بدون کمک پدر مادر، اینقدر خوشحال میگن همه بیاین، جمع میکنن همه رو مهمونی بریز به پاش، بعد میگن که پسرم برو دستشویی ببینن خاله و عمو. این میره تن، بعد میگه خب چطور بود؟ میگه خیلی خوب بود. آفرین. براش جشن میگیرن. و تفاوت فرهنگ‌های خارج با ایران رو اگر اون کارو میکنه، اون کار دیگر هم میکنه که ما نمیکنیم. تو خارج وقتی یه پدر مادر میخوان وارد اتاق یه بچه بشن، در میزنن، صداش میزنه های بیبی، هانی، can I help you? Please let me inside room. رو زبانم دارم کار میکنم، شما حالا هر چی که میگیرید همونقدر بگیرید دیگه. با چه شرم و حیا 1 ساعت در میزنه. اگه بچه گفت که مامان بابا بیاین تو، میاد تو، اگر نه اون میره اینجا لگد رو میزنه تو در، بعد میاد تو میگه چه غلطی میکردی در رو بسته بودی. خب بچه چه غلطی میکرده آقا؟ با لباس راحتی تو هر پوزیشنی بوده، راحت بوده.
و وقتی هم که اتاق ترک میکنه درو نیمه باز میذاره، درو نمیبندی ها. این چه ارعابیه؟ اصلا من دخترها برای همدیگه آرایش میکنن والله پسرها فرق آرایش خوبه بعد اصلا تشخیص نمیدن که. بابا اینا تحقیق که خدا میدونه. تو اوج آرایش با یک پسر فهمید میگه فقط سیبیل نداشته باشه خوبه. پسرها هم در همین هم. الان نگاه نکنید هرچی پلنگ و در و داف میرن کنکوری. زمان ما اینجوری نبود. زمان ما دخترها انقدر سیبیل داشتن خیلی هاشون موقع کنکور حوزه برادران امتحان میدادن. اصلا کسی شک نمیکرد. مقنعه چونه دار بود نخون که این ریششه. اینام که سیبیل هم رفته تو ریشش. تازه ازش هم میترسیدن. مراقب سمتش نمیرن. گویا خطریه. تقلبم به همه میرسه. این اوضاعی. گلزار عکس 5 سالگیشو گذاشته تو پیجش با لباس اسکی. اون وقت من 5 سالگی لباس گلگلی خواهر بزرگترمو میپوشیدم. ما به خاطر اینکه نداشتیم اینجا. حدود 120% زنهای ایرانی معتقدن که اگر صبر میکردم یه شوهر بهتری گیرم میومد. همینطور هست هم ما صداشو در میاری چیزی و 200% مردهای ایرانی میگن ما به اندازه کافی مجردی نکردیم. دیگه چیکار میخواستی بکنی که نکردی؟ تو دختر از آرایشگاه که میاد وقتی آرایشگاه خفنه، آرایشگر خفنه، دوستش تا میبینتش میگه وای چقدر عروسک شدی، شب عیدی کدوم آرایشگاه رفتی؟ سریع آدرس رو بگیرینم بره. و پسر از آرایشگاه میاد پژمان کی تر زده تو کله؟ دخترای امروزی نگاه میکنن مقطع متوسط هرچی هست با موی صورتی و شرابی میرن مدرسه. زمان ما یادم ناظم دم مدرسه سیبیلاشون رو میشمرد. یه دونه سیبیل کم بود میگه برو مادرتو بیار. حالا این بعد ثابت میکرد دیشب با غذا لای دندونش گیر کرده افتاده. همه چیز پولدارها با ما فرق میکنه. حتی مریضیایی که پولدارا میگیرن مریضیای بسیار با کلاسی. دیدی؟ حساسیت‌های فصلی، نقرس، فوبیا. وقت ما نهایت مریضی که میگیریم یا اسهالیم یا یبوسر کلی. دوستی میگو با خانمم رفته بودم خرید. دیدید که حتی کوچه ها هم شده پارکینگ، اصلا جا پارک برای ماشین نیست. میگو خانم من گو 5 دقیقه میرم تو این مغازه برمیگردم همین بغل دوبله پارک رو میام. خانمم رفتن تو مغازه با خودشون و برگشتنشون با خداست. برای اولین بار این مرد بود که در تاریخ بشریت احساس رو کشف کرد، زن عشق رو کشف کرد. مرد پول رو کشف کرد، زن خرید رو کشف کرد. بعد از اون مرد 1 میلیون چیز دیگر رو کشف کرده، زن همچنان در حال خریده. بابای این مرد رو در داستانش اینجوری. خلاصه میگفت خانم من رفت تو مغازه 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه 40 دقیقه. گفت اصلا من چرتم برد پشت فرمون. یهو دیدم یه صدا بلندگو از پشت سر اومد. راننده پژو GLX. میگم اصلا من خودمو خراب کردم از ترس. عرق سرد به من نشست. یهو برگشتم دیدم یه وانتی از بیا سیب زمینی بخر. ما چیکار کنیم؟ I am a showman. I am a stand-up comedy. I usually wake up in the morning, most of the time. Take a shower, take a bath, return back to home myself running to do another program with the 90 people who sorry this join. چرت و پرت دارم میگم. به جون خودم چرت و پرت میگفتم همه حواسا همینجوری. داشتم میگفتم از تفاوت هامون. فقط یک ایرانی میتونه با چوب کبریتی خلال دندون کنه که قبلا یه نفر گوششو باش پاک کرده. رفیقم میگفت مزه تلخیش از دهنت نمیره لامصب. میگه توی اروپا اگه یه بچه از یه چیزی ترس فوبیایی چیزی داره میترسه 1000 تا روانشناس میارن باش مشاوره کنین مشکلش حل بشه. ایران بچه از سوس میترسه میندازن تو یقش که بچه نترسه. بچه دیوانه میشه دیگه. در کنار اجرایی که ما امشب برای شما داریم قسمتی از کار برمیگرده به کارهای صداسازی که یه قسمتش کار خواننده هاست. البته خب من نمیتونم هر خواننده رو شبیه سازی کنم. ما اینجا در جمع دوست داشتنی امشبمون یک ابرمرد داریم در عرصه خوانندگی، استاد دکتر محمد اصفهانی که بی‌نظیر هستن. این مرد من هرگز قادر نخواهم بود که صدای ایشون رو شبیه سازی کنم، اما خب میتونم یه خورده بامزه باشم در حد دوست عزیزم جناب آقای احمد پورمخبر که در جمع ما حضور دارن و صدای دستای شما رو میشنوم. خلاصه
حل چشاته. شاکرم. اون رفیق دیگه من میگفت من توی مجلس عروسی بودم، یه عده اون وسط میرقصیدن، با آرنج زدم بغل دسته، گفتم نگاه پسره رو، چقدر زشتی، چقدر بد میرقصه. بغل دستیم برگشت که اون پسر نیست، دختر منه. میگفت اینقدر خجالت کشیدم خدا میدونه. بهش گفتم تو رو خدا ببخش، نمیدونستم پدرشی. گفت من مادرشم. فیلم ها و سریال هامون هم با همه جای دنیا فرق میکنه. در قسمتی از یک فیلم ایرانی مادره داره مثل ابر بهار گریه میکنه، پسره میره پدره رو بغل میکنه. حالا مادر واقعی خودش هم از خدا میدونه یه محدودیت هایی هست. اما خب تاثیرگذاری فیلم ها و سریال های ما رو بچه هامون یه مدل دیگه است. دوستی میگو من بیرون ساندویچ خورده بودم، حالت مسمومیت بهم دست داده بود، جلوی پسر 4 سالم اوق زدم. گفت بابا حامله ای؟ من شنیدم در کشور ایسلند وقتی مردی به زنش نگاه میکنه، خانمش میگه هر بار نگاه میکنی معنای عشق رو در عمق نگاه تو میفهمم. در کشور چین، داستان چینی‌ها رو میدونی چه جوریه که چینی‌ها خیلی عجیبن. اگر کسی در چین شکست عشقی بخوره داغون میشه، چون هر کیو میبینه شبیه زنشه، نابود میشه. یه چینی رفت بالای یه کوه، از بس شکست عشقی خورده بود، بالای کوه شروع کرد داد و بیداد که این پژواک صداشو از کوه بشنوه. ندایی از کوه اومد که بی شرف خیلی سخت بود، دوباره تکرار کن. و فقط در ایرانه که منشی‌های دکترها از دکترها خودشونو بیشتر برای آدم میگیرن. مشکلتون چیه آقا؟ یه بار گفتی شنیدم. خب هنو داره میگه. بعد میدی تو مطب دکتر میگه چای میل ده، خود دکتر خیلی ریلکس و آروم اون خودشو میگیره. ما اتفاقاتی که توی کشورمون میفته، شما نگاه کن، یه بوی گند پیچید تو تهران، چه داستانی شد. اولین حرکت اداره محیط زیست اومد گفت که عزیزان شهروند، ما پیدا نکردیم. اگر عزیز بزرگواری جایی چیزی دید، آخه من بو رو از کجا ببینم؟ بو دیدنیه؟ اگر چیزی شنید من بو رو بشنوم. گو اگر دیدی یا شنیدی گزارش بدین ما بیایم. یعنی یه جوری شده که توی این مملکت ما انقدر دیگه بدبخت شدیم دنبال گندگو هم خودمون باید بگردیم. میگه محیط زیست بیا اینا اینجا نگاه این من اینجا نگاه بیا در این حد. از این مرحله که گذشت، مرحله دوم که برای همه شما آشناست، مرحله گردن انداختن هم شروع شد. اول انداختم گردن اداره آب و فاضلاب. گفتن آب فاضلاب شاکی. کجا آب فاضلاب؟ کجا آب ببین خوبی آب فاضلاب ما به این تمیزی به فاضلاب این بابا پادم بیا فاضلاب نگاه کن بیا فاضلاب تو من چی شنا میکنم فاضلاب تو بوش شده بودم فاضلاب تو الکی تو احترام میبندی فاضلاب فاضلاب بیا فاضلاب الکی چرا اصلا گردن با فاضلاب این تمیزی اونجا شنا میکنم تو فاضلاب اصلا فاضلاب میشه خورد فاضلاب این تمیزی فاضلاب آبش به این تمیزی فاضلاب کجا بیرون الکی چرا تو میکنن اصلا گردن. گفتن متروی تجریش چون خیلی بود. مترو کی رفت توی مترو دیده؟ کجا دیده؟ کجا مترو کی رفت کجا مترو دیده؟ نشون بده کجا کدوم ایستگاه دیده؟ کدوم ایستگاه دیده؟ مردم نشون هیچ کی ندیده. جالب در آخر فرمانداری اومد گفت کوبو بونی. الان ما در دنیا مقام دوم غمگین ترین کشور جهانیم. یعنی یه همت ریز دیگه بکنین سال دیگه اول. هر کی گفت خفه شو من ازم غمگین اول میشیم. یه ذره همت میخواد که غمگین ترین. یعنی تنها خواننده‌ای بود در جهان که با آروغ میخواست با جاهای دیگرش هم بخونه، اما خب عمرش کفاف نداد و با آروغ امضا زد و کارو تمام کرد. گرچه اروپایی با آروغ مخالفن اما با اون موافقن. اما تمام شد. من یه لحظه جوگیر شدم. عزیزان ما کاملا متوجه هستیم که شما پول دادین و
این شوخی نیست، پول دادین. ایرانی پول بده شوخی نداره دیگه. ایرانی 5,000 تومان جای هزینه کنه اندازه 500 میلیون تومان توقع داره. به شماها باشه تو این هوای سرد بابت پولی که واسه کنسرت خنده ما دادین از من توقع دارین که روی صحنه امشب خودم رو براتون قول نمیدم که بعد قول نه، اما سعی خودم رو میکنم، در حد بنیه خودم سعی خودم رو میکنم. انگار برای همین اومدین هستن که ببینین که نه، من قول نمیدم. یعنی تا مرزش میرم جلو. و یه اعتقادات تو خونه هر ایرانی یه کیف قهوه‌ای بزرگ هست چرمی، همه اسناد مدارک اون توه، دیدی؟ و معتقدین فقط اگر اون تو باشه گم نمیشه. اصلا تجزیه ناپذیرم هست، همه اونجا تو خونه هم بدون استثنا این کیفه. من نمیدونم از دختر مردم بلا بوی گل گندم بلا اونقدر رنات گل کرسمت نگاه کن روی پامون همونجا لب چشمت گلندم فقط من تو رو میخوام میترسم که رقیبون سر راست بذارم گام بلا شیطون خودم دشمن جون خودم قربون خوشگلیان دل داغون خودم دل داغون بلا شیطون خودم دشمن جون خودم قربون خوشگلیان دل داغون خودم دل داغون خودم دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد.